برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. روز بخیر تماشابینان گرامی، برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه است. امروز در برنامه درباره حجم صادرات مال و کالای تاجیکستان صحبت میکنیم. تماشابینان عزیز، پیش از که آگاه کنم، در برنامه خیلی زیاد رقم گویی می شود. برای همین اول تکمه لایک را پخش کنید، بعد یک قلم و یک کاغذ را به دست گرفته به تماشای برنامه سر کنید. امروز محاسبه میکنیم. یک همراه گزارش و آمارهای اقتصادی که تا امروز رسانه‌ای شدند با هم میسنجیم. که ببینیم تاجیکستان در چه احوال است. گل شکوفی دارد یا رو به بانکرات؟ حجم صادرات سنگ و متال‌های گرانبها از تاجیکستان با سرعت می‌افزاید و حجم صادرات مال و محصولات و معدن‌های دیگر در مقایسه با آن خیلی ناچیزند. حالا صادرات تاجیکستان شبیه صادرات کشورهای نفتخیز شده، اما با پیامدهای نگران کننده است. طبق داده‌های مقامات مربوطه، تاجیکستان 380 نامگوی مال و محصولات صادر می‌کند. در یادتان دارد 380 محصولات، 380 نمود. بیشتری آن را چی در نامگوی و چی در حجم محصولات خام و نیمه تیار تشکیل می دهند که اساسی ترین آنها محصولات مینرالی از قبیل برق، سمنت، آلومینی، مس، سنگ معدن، کنسنترانت ها و محصولات نساجی با شمول نخ پخته می باشند. با شکل خام. این هم در یادتان دارید. در دو ماه اول، ینور فوریه، مبلغی به دست آمده از این اساسی ترین محصولات صادراتی، محصولات مینرالی 67 میلیون و 800 هزار دلار را تشکیل دادند. سهم این گروه محصولات در صادرات عمومی باشد همگی 13% می باشد. این هم در حالی است که صادرات یکی از اصلی ترین مالهای کشور برق در دو ماه اول سال جاری قریب 2 برابر از همین دوره سال قبل افزایش یافته است. مبلغ صادرات برق در این مدت به 7 میلیون و 76 هزار برابر شده است که 90% بیشتر از همین ینور فوریه سال 2020 است. 90%. در این مدت سال گذشته مقامات به مبلغ 3 میلیون و 720 هزار دلار برق صادر کرده بودند. در همین حال مبلغی که کشور در این دو ماه از فروش سنگ و متال‌های قیمت بها به دست آورد به 352 میلیون و 900 هزار دلار برابر بوده، 68% صادرات عمومی کشور را تشکیل داده است. بالا چی گفته بودیم؟ قریب 400 نامگوی مال و محصولات صادر شونده، اما 68% این چی است؟ سنگ و متال های قیمت بها. موندگی همه دیگرها همگی 32%. این مبلغ از همین دوره سال گذشته 16.3% بیشتر می باشد. تماشابینان عزیز، مقامات میگویند که استحصال طلا در کشور سال تا سال افزایش می‌یابد. طبق معلومات از وزارت صنعت و تکنولوژی نوین جمهوری، حالا در کشور 18 شرکت استخراج طلا فعالیت می‌کنند. اما حجم استحصال طلا پنهان داشته می شود. پنهان. هیچ کس نمی داند و مقامات آن را اعلان نمی کنند. همچنین بزرگترین کانهای طلا به چینی ها داده شده است و در طلاهای استخراج کرده آنها تاجیکستان یا اصلا حق ندارد و یا سهم بسیار ناچیزه. یگانه آماری که از استخراج طلا در سال گذشته داده شده است
این است که استخراج آن نسبت به سال 2019 8.2% افزایش یافته است، ولی خودی حجم معلوم نیست. هیچ کس نمیگوید که حجم استخراج چقدر بوده است. با وجود این، افزایش استخراج در سال گذشته از افزایش صادرات قریب 40 برابر کمتر است. سال گذشته طبق آمار داده مقامات صادرات سنگ و متل های گرانبها 49% از حجم عمومی صادرات را تشکیل داده بود. سال گذشته مبلغ فروش آنها به 689 میلیون و 700 هزار دلار برابر شد که 3.1 برابر بیشتر از سال 2019 بوده است. زیاده از 3 برابر در سال 2020 نسبت به سال 2019 بوده است. امسال باشد چی؟ امسال باشد در 2 ماه اول سهم سنگ و متل های گرانبها در صادرات به 68% رسید و طبق پیش بینی کارشناسان این سهم تا آخر سال در همین اطراف 60-70% خواهد بود. از این پس نمی شود. 300 و فلان نمودی دیگری مال و محصولات همگی 3% زیادتر، موندگی 60-70% دیگر متل و سنگ های قیمت بها. تماشا بینان عزیز، دقت دهید. این نشان دهنده به نشان دهنده کشورهای نفتخیز نزدیک است، اما با فرق از نفت خزینه طلا بسیار کم و استخراجش دشوار و سرمصرف است. در صورت ادامه یافتن این روند، ذخیره های طلای تاجیکستان که به این هم بزرگ نیستند می توانند در 1-2 سال آینده به آخر رسند و کشور در آستانه مفلس شوی کامل قرار دارد. در آستانه مفلس شوی کامل قرار دارد. با وجود آمارهای آسمان خراش هر ساله درباره افزایش استحصالات، صادرات کشور با سرعت کم می شود که گواهی کمتر شدن استحصالات بر رغم آمارهای دولتی است. دروغ بر راست نوشتن میگیرند. انا همین جا ما دانسته ایستاده ایم که آمارها دروغند، فریبند، سرابند. نگفته نمانم، به هر حال بودگی چیز را هست گوییم، هیچ جایمان کم نمی شود. یگانه محصولاتی که استحصالش افزایش یافته است و نشان دهنده های واقعی با نشان دهنده های آمار کم و بیش مطابقت می کنند، استحصال سمنت است. اما این سمنت درد سر ساکنان گرد و اطراف کارخانه اش می باشد. چرا؟ حالا بدتر می گویم. سال گذشته صادرات سمنت بنابر تاثیر بحران برخاسته از کرونا ویروس حدود 15% کمتر شد. اگر در سال 2019 1,500,000 تن سمنت به ارزش 68 میلیون دلار به خارج از تاجیکستان صادر شده باشد، سال 2020 حجم آن تا 1,300,000 تن کمتر شد. سبب رشد استحصال سمنت را کارشناسان در ضرر آن به طبیعت می‌بینند. چخیل در بسیاری از کشورها دریافت اجازتنامه برای استحصال سمنت بسیار مشکل و گران ارزش است. برای سرتیفیکاتش را گرفتن خیلی میان درد میکند، کیسه هایت خراب میشود. برخی کشورها حتی افزایش استحصال آن را بنابر تاثیر منفیش به طبیعت اطراف منع کردند. از بحر استحصال سمنت برآمدند. اما در تاجیکستان چه؟ در تاجیکستان دریافت اجازتنامه هیچ مشکلی ندارد.
و با پرداخت رشوه نچندان بزرگ می توانید در دلخواه مکان اجازه بنیادی کارخانه سمنت براری را به دست آورید. همین است که شرکت های چینی، شرکت های خیتایی با میل تمام در تاجیکستان این گونه کارخانه ها را می سازند. انا برای همین تاجیکستان کتگی کرده، کلانگری کرده، گفته ای شده است فلان میلیون تن سمنت برآوردیم، به 2 میلیون تن میرسونیم، به فلان میلیون تن میرسونیم گفته. بنیاد کارخانه های سمنت براری به در نظر داشت طبیعت اطراف باعث شده است چند دهه و حتی محله های شهرها با مشکلات زیادی از چنگ سمنت روبرو شوند. مقامات تاجیکستان اما افزایش استحصال سمنت را چون رشد اقتصاد و استحصالات در کشور قلمداد میکنند. وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان چند روز پیش اعلام کرد که قصد دارد در سال 2023 صادرات سمنت را به 1,900,000 تن برساند. وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان اعلام کرده که قرار است تولید سمنت در کشور در سال 2023 به 5,300,000 تن برسد که از این میزان 1,900,000 تن آن صادر خواهد شد. در تاجیکستان 16 شرکت با ظرفیت تولید 4,700,000 تن سمنت فعال است که همه آنها با مشارکت مالی و فنی کشور چین در دهه اخیر ساخته شده است، یعنی 10 سال اخیر. تولید سمنت در تاجیکستان در سال گذشته به 4,200,000 تن رسید. سال گذشته مبلغ به دست آمده از صادرات سمنت یکی از اصلی ترین محصولات صادراتی تاجیکستان در چند سال اخیر بیش از 11 برابر کمتر از صادرات سنگ و متل های قیمت بها بودند. واهمه دود دارد، لیکن مبلغ به دست آمده 11 برابر از مبلغ به دست آمده از سنگ و متل های قیمت بها کم است. این هم در حالی است که معلوم نیست چند درصدی مبلغ های به دست آمده از صادرات سمنت به چینی ها تعلق میگیرد. حالا ممکن 1 تن دادگی نیستند چینی ها به این کشافچی های تاجیکستان. مقامات همچنین کوشش میکنند که صادرات برق را افزایش دهند. درباره برق کنگوییم. اما این کار نه تنها بسیار باکندی پیش می رود، بلکه از حساب خاموش کردن برق مردمی کشور عملی می شود. برق را به خارج چگونه صادر میکنند؟ مردم را از برق محروم میکنند، به خارجی ها میدهند. این را بعد نام میبرند صادرات برق. به خارج برق فروخته شدند، کارتگی میکنند. 2 برابر افزایش یافتن صادرات برق در 2 ماهه اول امسال منجر به لیمیت برق در سراسر کشور در سردی های زمستان گشت. 9 میلیون ساکن کشور بعد تنفس 2 ساله دوباره مجبور شدند کمبود برق را تحمل کنند تا صادرات برق به مبلغ 3,400,000 دلار افزایش یابد. یعنی حدود 30 سنت برای هر سری اهالی به خاطر طاقت کردن بی‌برقی. من غمخوری. این هم اگر مبلغ فروش برق به خزینه دولت وارد شده باشد، این را به حساب گیرید. نوشته ایستاده تماشابینان عزیز. کارشناسان ساحه و مخالفین میگویند که مبلغ فروش برق به خارج راست به حسابهای آفشاری اعضای عائله می رود.
همین گپ را چند بار در برآمدهایش رهبر پیمان ملی تاجیکستان موحیدین کبیری گفت. شاید شنیده باشید. نشنیده باشید یک سخنرانی هایش را گوش کنید. حتما در این باره خیلی معلومات داده است. در چند صحبت هایش گفته است. با وجود این مشکلی بزرگ در اقتصاد کشور، حکومت هیچ برنامه برای خارج شدن از بحران ارائه نکرده است. اما دعوا دارد که در 3 سال آینده استحصال محصولات صنعتی را بیش از 40% افزایش می‌دهد. چگونه؟ چگونه؟ جواب هست می؟ هم تو گفتم میگرن نمیخه. هیچ شرح نیست. هر یک برای داخل همین 40% یافته دید. از کجا؟ حالا حکومت تصمیم گرفته است که تا سال 2023 استحصال محصولات صنعتی را به 52 میلیارد و 700 میلیون سومانی، تقریباً 4 میلیارد و 600 میلیون دلار رساند. 4 میلیارد و 600 میلیون دلار. از کجا؟ حسابش سکرت. خودشون هم نمیدونن. انا همین طریق استحصال محصولات صنعتی در نظر است در تاجیکستان بیش از 21 میلیارد و 800 میلیون سومانی یا 41.6% زیادتر از سال 2020 افزایش یابد. طبق دورنمای نشان دهنده های اساسی ماکرواقتصادی تاجیکستان در دوام سال جاری، افزایش استحصال محصولات صنعتی در سطح 13.8% پیش بینی شده است. سال 2022 افزایش استحصالات 14% و در سال 2023 15.6% به نقشه گرفته شده است. انا همین گونه به گوش اگرا آویزان کنی ها، انا همین گونه برنامه های پرواهمه را سال هاست که حکومت ارائه میکند، اما هیچ کدام از آنها عملی نشده اند. هرچند مسئولین همیشه دعوا میکنند نقشه را اجرا کرده اند. شنیده ایستادیم، رسانه شده است ایستاده است. چگونه شما نقشه اجرا میکنید؟ برای رئیسان محلی فرمان میدهید، آنها رقم گفتهتان را نوشته میفرستند. بعد وقتی که نظارت انداز به خانه مردم، به خانه دهقان میرود، میگوید ما در آمار همه قدر دیدیم که تو حاصل غنداشتی، انداز را سپار. بعد دهقان میفهمد که همین قدر حاصل غنداشته بوده است، خودش بیخبر. انا سیاست و دولت داری قند زنید. از جهت دیگر یک راهی به اجرا رسانیدن نقشه حکومت است. این هم از حساب پایین رفتن قرب پول ملی اجرا می شود. چی خیل؟ مثال امام علی رحمان در انتخابات سال 2013 وقتی که نامزد به منصب پرزیدنتی بود، خیر این خودش را انتخاب میکنه. بود کی انتخاب میکنه این را؟ در اون وقت وعده داد مجموعی محصولات داخلی را 2 برابر میکند. سال 2020 شد. با وقتی خودش را پرزیدنت اعلان کردن آمد، گفت که من 2013 وعده داده بودم، وعده‌ام اجرا شد. مجموعی محصولات داخلی در این 7 سال از 40 میلیارد و 500 میلیون سومانی به 77 میلیارد و 300 میلیون سومانی رسیده است. نه 2 برابر زیاد میکنم گفت می قریب 2 برابر زیاد کرد. فقط چگونه؟ حاضر میگویم تا اگر با دلار حساب شود، مجموع محصولات داخلی تاجیکستان
از 8 میلیارد و 500 میلیون سال 2013 به 8 میلیارد و 100 میلیون سال 2020 رسیده است. یعنی نسبت به سال 2013 مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در سال 2020 400 میلیون دلار کم است. جناب پیشوا نه رنگ بازی نکنید ده. این چی رو نشون میدهد؟ مجموع محصولات داخلی تاجیکستان 2 برابر زیاد نه، 5% کم شده است. همین خیلی نه؟ خیر و خیر همه رو مثل خودتون فکر نکنید ده. یک نفر نیم نفر، یک کس نیم کس حساب رو میدوند، حساب میکند. یا همه گرنگ می نه ده. حالا کن بگویم به شما تماشابینان گرامی که چرا فروش ذخیره های طلای کشور افزایش یافته است؟ کارشناسان این را در کم شدن انتقال پول مهاجران میبینند. یعنی به خاطر آن ذخیره ها را از خزینه ها برآورده ایستاده اند که انتقال پول مهاجران کم شده است. اکنون اینها چیکار کرده ایستاده اند؟ خزینه ها را خالی کرده ایستاده اند، انبارها خالی شده ایستاده است. کارشناسان تاکید میکنند که 1-2 سال دیگر حجم انتقال پول به تاجیکستان افزایشی چندانی پیدا نخواهد کرد. اکنون چی می شود؟ به نظر می رسد تاجیکستان در آستانه یک بحران بی سابقه قرار دارد. یعنی چی؟ بانکرات. تماشابینان گرامی، این بود برنامه امروزی دیدگاه. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمام مطلب های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه های رادیویی پیام گذاشته می شوند. با امید دیدار در روز دیگر خداحافظی می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.